یک ماه باز توجه بسیاری از ساکنان قزاقستان و بیرون از آن به محاکمه روانه شده است که در آستانه می‌گذرد. قواندیق بیشیمبویف وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان که به قتل همسرش گمانبر می شود به بیگناه بودن خود پافشاری دارد. به ادعای او زخم و آسیب‌هایی که باعث مرگ سلطنت شده است کاری دستی او نیست و زن خودش این کار را کرده است. اخیراً دادگاه نوار و عکس‌های تلفن بیشیمبویف را گرفت و تحقیق کرد. قبلا گمانبر اجازه نمیداد تلفنش را تفتیش کنند. در تلفن نوارهای روز مرگ سلطنت را پیدا کردند و در آن دیده می شود که بیشیمبویف نوک‌نوار را تحقیر می کند. بیشیمبویف در دادگاه گفت نوارها ساختکاری شده‌اند. اجازه هست که یک ثانیه تنفس کنیم؟ من میخواهم بگویم که این همه تنظیم شده است. باید واتساپ را ببینیم. شاید تلفن مرا کشاده همه این نوارها را گرفتند. خبرنگارانی که در مرافعه شرکت داشتند میگویند برخی و به خصوص نزدیکان سلطنت با دیدن نوارهای تلفن بیشیمبویف گریه کردند. احوال یک نفر هم از دیدن ویدیوها بد شده است. دیرتر متهم به جنایت اعتراف کرد که نوارها را خودش ثبت کرده است. در واقع من به حالتی رسیده بودم که میخواستم کاری کنم و به تحقیرهای او با تحقیر جواب دهم. من در بیانات خود گفتم که دشنام کرد، همه هدیه های آوردم را در حاجتخانه پرتافت. نوارها را به خبرنگاران نشان ندادند. وکیلان دفاعی بیشیمبویف ویدیوها را دیدند و یکی از آنها گفت در این ویدیو چیزی دهشتناک نبود. یگان صحنه شکنجه بردن و زدن و کندن چشم نبود در آن. آنجا چنین چیزی نیست. برعکس این نوار اثبات آن است که ساعت 8:24 و الکی در روی دیوان خواب بود. در هر صورت به احتمال زیاد محتوای نوارها ضمن اعلان حکم به نوبت گرفته می شوند. وکیل دفاعی معروف قزاق جوهر اوتبکوف باور دارد که بیشیمبویف بی جزا نمی ماند. قضیه از آن شروع شد که شب 9 نوامبر وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان قواندیق بیشیمبویف همسرش سلطنت نوک‌نوار را در طرفخانه متعلق به پرزیدنت سابق لطوکوب کرد. در پی آسیب‌های سخت جسمانی نوک‌نوار فوتید. در کرسی عیبداری همچنین برادر بیشیمبویف بایجان بایجانوف نشسته است. به اطلاع تفتیشات وی برای از بین بردن آثار جنایت کمک کرده است. سلطنت و بیشیمبویف سال 2022 در اینستاگرام شناس شده با پافشاری زیاد مرد ازدواج کردند. دادستانی در دادگاه گفت بعد توی بیشیمبویف به سلطنت اجازت نمیداد که کار کند و با دوستان و نزدیکانش صحبت نماید. او همسرش را رشک و لطوکوب میکرد.